بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. غلبت الروم. رومیان در جنگ با فارس شکست خوردند. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. در نزدیکترین سرزمین مرزی شام با فارس و آنان پس از شکستشان در نبردی دیگر پیروز خواهند شد. در ظرف چند سال آینده، چه قبل و چه بعد از این پیروزی، سررشته امور به دست الله است و در آن روز مؤمنان شادمان خواهند شد. این شادی به خاطر یاری رساندن الله به اهل کتاب است و او هر که را بخواهد یاری می کند و او شکست ناپذیر مهربان است. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. این پیروزی وعده الله است و الله هرگز از وعده خود تخلف نمی کند، ولی بیشتر مردم نمی دانند. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. آنان فقط ظاهری از زندگی دنیا را می دانند و از آخرت غافلند. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا با خود نمی اندیشند که الله آسمانها و زمین و آنچه را که میان آنهاست جز به حق و برای مدت معینی نیافریده است؟ و بی تردید بسیاری از مردم به دیدار پروردگارشان در روز قیامت باور ندارند. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا مشرکان در زمین گردش نکرده اند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بوده است؟ آنها بسیار نیرومندتر از اینان بودند و زمین را برای کشاورزی و عمران بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند، اما آنان انکار کردند و هلاک شدند. الله هرگز به آنان ستم نکرد، بلکه آنها به خود و به خویشتن ستم می‌کردند. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. آنگاه کسانی که بدی کرده بودند به سرانجام بدتری رسیدند، چرا که آیات الله را تکذیب نموده و آنها را به تمسخر می گرفتند. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را پس از مرگش باز می گرداند. آنگاه در روز قیامت همگی به سوی او بازگردانده می شوید. و یوم تقوم الساعة یبلس المجرمون.
روزی که قیامت برپا گردد گناهکاران از رحمت الهی ناامید میشوند. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. و مشرکان از بین معبودان خود که میپرستیدند هیچ شفاعتگری نخواهند داشت و نسبت به معبودانشان که آنها را همتای الله قرار داده بودند کافر میشوند. و یوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون. روزی که قیامت برپا شود مردم بر اساس اعمالشان از یکدیگر جدا میشوند. فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند در بوستانی از بهشت شادمان خواهند بود. و اما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. و اما آنان که کافر شدند و آیات ما و دیدارمان در آخرت را تکذیب کردند اینان برای عذاب الهی فراخوانده می شوند. فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون. پس الله را ستایش کنید آنگاه که به شب در میایید و آن دم که به صبح میرسید. وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. و عصرگاهان و هنگامی که به نیمروز میرسید و حمد و ستایش در آسمانها و زمین مخصوص اوست. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. او موجود زنده را از ماده بیجان پدید می آورد و ماده بیجان را از موجود زنده خارج می سازد و زمین را پس از خزان و خشکی زنده می سازد و به همین صورت شما نیز روز قیامت از گورها برانگیخته خواهید شد. و من آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. و از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید سپس شما انسانهایی شدید که تولید مثل کردید و در زمین پراکنده گشتید. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و از نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و بین شما محبت و مهربانی پدید آورد. بیگمان در این نعمت برای خردورزان نشانه هایی از قدرت پروردگار است. و من آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآیات للعالمین. و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف زبان ها و رنگ هایتان است. بی تردید در این امور برای دانشوران نشانه هایی از قدرت پروردگار است. و من آیاته منامكم باللیل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآیات لقوم یسمعون. و از نشانه های او خواب شما در شب و روز و کوشش و تلاشتان برای بهره‌گیری از فضل پروردگار و تأمین معاش است. بیگمان در این امور برای آنان که گوش شنوا دارند نشانه هایی از قدرت پروردگار است. و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها
إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون. و از نشانه های او این است که صاعقه را برای بیم و امید به شما نشان می دهد و از آسمان باران می فرستد و زمین را پس از خشکی و خزانش با آن زنده می سازد. بیگمان در این امور برای آنان که میاندیشند نشانه هایی از قدرت پروردگار است. و من آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. و از نشانه های او این است که آسمان ها و زمین به فرمانش برپاست و هنگامی که در روز قیامت با ندایی شما را از زمین فرا می‌خواند ناگهان همگی از گورها بیرون میآیید. وله ما فی السماوات والارض كل له قانتون. هر که و هر چه در آسمان ها و زمین است از آن الله است و همگی فرمان بردار او هستند. و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اوست که آفرینش را آغاز می کند سپس آن را پس از مرگش باز می گرداند و این کار برایش آسانتر از آفرینش نخستین است و برترین وصف در آسمان ها و زمین برای الله است و او شکست ناپذیر حکیم است. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم یعقلون. ای مشرکان، الله برای شما از خودتان مثالی می آورد. آیا از بردگان شما کسی هست که در اموالی که به شما داده ایم شریکتان باشد؟ به گونه‌ای که هر دو در برخورداری از آن اموال یکسان باشید و چنان که از تصرف مال از یکدیگر بیم دارید از آنان نیز بیم داشته باشید. حال که چنین نیست پس چرا بندگان و مخلوقات الله را با او شریک می‌دانید؟ ما آیات خود را برای کسانی که می‌اندیشند این چنین به روشنی بیان می‌کنیم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. دلیل شرک کمبود دلایل توحیدی نیست، بلکه ستمکاران بدون علم و آگاهی از هوا و هوس خود پیروی می کنند. پس آن را که الله گمراه کرده است چه کسی هدایت می کند؟ آنان در برابر عذاب الهی هیچ یاوری نخواهند داشت. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پس ای پیامبر با اخلاص به سوی این دین روی آور. این دین اسلام است که الله فطرت مردم را بر اساس آن سرشته است. هیچ دگرگونی و تغییری در آفرینش الله نیست. این است راه راست و دین استوار، ولی بیشتر مردم این حقیقت را نمی‌دانند. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. به پیشگاه پروردگار توبه کنید و به سوی او بازگردید و از او پروا کنید و نماز برپا دارید و از مشرکان نباشید. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
و از کسانی نباشید که در دین تفرقه ایجاد کردند و دسته دسته شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارند خشنودند. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فریق منهم بربهم یشرکون. هنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد توبه کنان پروردگارشان را می‌خوانند، آنگاه چون رحمتی از جانب خیش به آنان بچشاند و گره از کارشان بگشاید، به ناگاه گروهی از آنان به پروردگارشان شرک می‌آورند. لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تا به آنچه که به آنان داده ایم ناسپاسی کنند، پس از لذت‌های دنیوی بهره بگیرید که به زودی نتیجه کردار خود را خواهید دانست. ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. آیا دلیل محکمی بر آنان نازل کرده ایم که از درستی شرکشان به الله سخن میگوید و آن را موجه می شمارد؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم از آن خشنود می‌گردند، اما اگر به سزای کارهایی که انجام داده اند رنج و مصیبتی به ایشان برسد مأیوس میشوند. اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیا ندیدند که الله نعمت و روزی را بر هر کس که بخواهد گسترده می‌دارد و یا تنگ می‌گیرد؟ بیگمان در این گشایش و سختی برای مؤمنان نشانه‌هایی از لطف و رحمت پروردگار است. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. پس حق صله رحم خویشاوندان را ادا کن و حق صدقه و زکات فقیران و در راه ماندگان را بپرداز. این کار برای کسانی که خوشنودی الله را میطلبند بهتر است و آنانند که رستگارند. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. آنچه از اموال خود که به قصد ربا به مردم می دهید تا با پس گرفتن آن به میزان بیشتر بر اموالتان افزوده گردد نزد الله افزایشی نخواهد یافت، ولی آنچه را که برای خوشنودی الله به عنوان زکات می پردازید برکت و افزایش می یابد و کسانی که چنین می کنند اینانند که پاداششان نزد الله چند برابر می گردد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله است که شما را آفرید و روزی داد، آنگاه شما را میراند و باز در قیامت زنده می کند. آیا هیچ یک از بت‌هایی که همتای الله قرار داده اید می توانند چیزی از این کارها را انجام دهند؟ منزه است او و از آنچه با وی شریک می سازند برتر است. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. به خاطر گناهانی که مردم مرتکب شده اند فساد و تباهی در خشکی و دریا آشکار شده است تا الله جزای برخی از اعمالشان را به ایشان بچشاند، باشد که به سوی حق
بازگردند. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. ای پیامبر، به مشرکان بگو در زمین گردش کنید تا ببینید سرانجام کسانی که پیش از شما بودند چگونه بوده است. بیشتر آنان مشرک بودند و به همین سبب هلاک شدند. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پیش از آن که روزی فرا رسد که بازگشتی از جانب الله ندارد، به سوی دین پایدار روی آور. در آن روز مردم پراکنده می شوند، گروهی به بهشت می روند و گروهی به دوزخ. من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلأنفسهم یمهدون. هر که کفر بورزد کفرش به زیان خود اوست و هر که کار شایسته انجام دهد بهشت را برای خود آماده می سازد. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرین. تا الله کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند از فضل خود پاداش دهد، بیگمان او کافران را دوست ندارد. و من آیاته ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون. از نشانه های قدرت او این است که بادهای مژده دهنده را میفرستد تا از رحمت خود به شما بچشاند و کشتیها به فرمانش حرکت کنند تا از فضل او روزی بجویید. باشد که سپاس گذارید. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم و آنان با دلایل روشن نزدشان آمدند، ولی مردم آنها را دروغ انگاشتند. سپس از گناهکاران انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری دادیم و یاری دادن مؤمنان بر عهده ما بود. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله است که بادها را روان می کند و ابرها را به حرکت در می آورد و آنها را چنان که می خواهد در آسمان می گستراند و به صورت پاره‌هایی در می آورد. آنگاه قطره‌های باران را می بینی که از میان ابر بیرون می آید. پس آنگاه که الله این باران حیات بخش را به هر کس از بندگانش که بخواهد فرو بارد، آنان شادمان می شوند. و این كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسین. هرچند پیش از آن که ببارد مأیوس بودند. فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. پس به آثار باران رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را پس از خشکی و خزانش زنده می کند. بیگمان
این پروردگاری که زمین را زنده می کند مردگان را نیز زنده خواهد کرد و او بر هر کاری تواناست. ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون. اگر بادی سوزان بفرستیم و کشتزارهایشان را زرد و پژمرده ببینند، پس از مشاهده این وضعیت کفر می‌ورزند و ناسپاسی می‌کنند. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. پس ای پیامبر، بیگمان تو قادر نیستی مرده دلان را شنوا سازی و آوای دعوت حق را به گوش کران برسانی آنگاه که آنان پشت می کنند و روی می گردانند. و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. و تو نمیتوانی کوردلان را از گمراهیشان بازگردانی و هدایت کنی. تو فقط میتوانی سخن خود را به گوش کسانی برسانی که به آیات ما ایمان دارند و در برابر حق تسلیم هستند. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله است که شما را از آب بی ارزشی آفرید، آنگاه پس از ناتوانی دوران خردسالی نیرومندی بخشید و پس از نیرومندی ضعف و کهنسالی پدید آورد. او هر چه بخواهد می آفریند و او دانای تواناست. و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا يؤفكون. روزی که قیامت برپا گردد مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی در گور درنگ نکردند. آنان در دنیا نیز این گونه به انحراف کشیده می شدند. وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ولی اهل دانش و ایمان میگویند در حقیقت شما به موجب آنچه در کتاب الله مقرر شده تا روز رستاخیز درنگ کرده اید. پس امروز روز رستاخیز است، اما شما نمیدانستید و آن را باور نداشتید. فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. در آن روز عذرخواهی ستمکاران سودی ندارد و از ایشان درخواست توبه نمی شود. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. به راستی که برای مردم در این قرآن از هر گونه مثلی آوردیم و اگر نشانه ای در مورد صداقتت برایشان بیاوری کافران میگویند شما باطل اندیشانی بیش نیستید. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. الله بر دلهای کسانی که سخن حق را نمیفهمند این گونه مهر غفلت می‌نهد. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ای پیامبر، بر آزار و تکذیب مشرکان شکیبا باش که وعده یاری الله حق است. مبادا کسانی که به رستاخیز باور ندارند تو را از شکیبایی باز دارند و از راه راست منحرف کنند.